بده 6 بده 6 بده 6 خب بده 6 بده 6 بده 6 بده 6 بده 6 بده 6 بله نداره شیش خب بابا نداره شیش کوچیش. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. من انسم و اومدم با یه ویدیوی دیگه سراغتون و یه ویدیو ریاکشن داریم. ریاکشن به یه تعداد از ویدیوهای جالب و خنده‌دار. هرچند سعی کن نخندی نیست، ولی خب ویدیوهای بامزه‌ای هم می‌خوایم ببینیم که چه ویدیوهایی به اصطلاح ترندن توی حالا تیک تاک و فضای مجازی و به اونا ریاکشن میریم. البته همشون هم خب ترند نیستن، ولی خب بازم دیگه بعضیاشون هم آنچنان ویو نخوردن، ولی خب خیلی بامزه‌ن. و اینکه هیچی دیگه، بریم سراغ ویدیوها. و اینکه از این ویدیو خوشتون اومد و واسهتون جالب بود حتما لایکش کنید، سابسکرایب چنل رو هم فراموش نکنید. مرسی. بریم. خب بچه، اولین ویدیو، بریم ببینیم که اوضاع از چه قراره. خب اولین ویدیو داره چیکار میکنه؟ خب یه چیزی گذاشت زیرش. اوه، مواد منفجره گذاشته بود زیرش، زد زیرش. اوه، آخرش خورد تو سرش. زد محکم که مثلا من چیزم، مثلا از این قدرت خارق العاده دارم، مثلا یه ویدیو خوب ساخته بود، زد که مثلا یه بمب از یه اشتراکی رفت بالا، حالا رفت بالا اومد خورد درست بالا سرش. بنده خدا ویدیوش خراب شد. خیلی بده ها. این همه زحمت میکشه که بده 6 بده 6 خب بده 6 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 بله نداره شیش خب بابا نداره شیش کوچیش. میگه 6 نداره. لا مثلا راست میگی. شاید یه نفر ماشینش دنده 6 نداره، بعد حتما بده دنده 6. خب بده 5 بده 4 بده 2 دنده 6. یه جوری مثلا حرف بزن که آدم مثلا بگنجه دیگه تو زندگیش. مثلا ما ماشین های ایرانی دنده 6 نداریم کلا. حالا این یکی خب تخمون داره چه بس تخمون اون چیه؟ خب مثلا قاشقه چه اینم نمک. خب اینم خب نه نگو که نه رفت نشست روش. دهنت سرویس. رفت نشست روش. وای حاجی خیلی بد میسوزونه. روغنش هم هنوز داغ بود. خود تخم مرغ نه، روغنش داغ بود، بالاخره روغن توش هست. رفت نشست دهنش سرویس شده. حالا ویدیوی بعدی این چیه؟ ویدیو چرا بد افتاده؟ کیکه؟ آره کیکه. بنده خدا تو دلش موند اصلا. میگه این چیه؟ این چی کاریه داری میکنی؟ یا تولد یا نگیری، یا اگه میگیریم بذار این آدم خودش بخوره لاغر. ببین چی کار کردم بنده خدا. چه نگاهی کردم. ما کن یه بار دیگه تموم کردم. نکن بنده خدا نگاه آخرش فقط. اینجا رو نگاه کن ناموسم. بنده خدا میگه من ریدم تو این جشن تولد. خب این هم الان یه بانده. آره بانده، اونم میکروفونشه. خب اکساش در کوشش. باید حرف بزنی باش، خاک تو سرت کنم. باید باش حرف بزنی، نه اینکه چیز کنی دهنت سرویس. خب ویدیوهای بعدی. اوه آها، لباس یه لاک‌پشت شبیه یه لاک‌پشت کرده خودشو. وای بنده خدا سگ الان میترسه. وای نگو که سگ الان میترسه. خب نه همین تموم شد. والا سگه نترسیده. والا چی بگم. خب ویدیوی بعدی. آها یه نفر داخل یه بشقاب یه چیز گذاشته، یه موز گذاشته با یکم پول. یه چند تا پول گذاشته، چند تا کاغذ پول گذاشته، بعد موزم گذاشته. دو تا موز گذاشته. یه نفر داره میاد. وای حاجی نگو که برمیداره میخوره اینا رو. به به داشتم فکر میکنیم مجسمه است بود. خب اوه گوشی رو گذاشت زمین. الان میشین اونا رو بخوریم برش میداره. وای
دهنت سی قایمش کرد. برگشتی میگه ها دیده بیا ها کلک خودم هم کلک رو سر من میخوای کلا بذاری، من خودم کلا میذارم رو سر مردم. میگه خودت قربونی داداش اومدی سر من کلا بذاری. الان با این نسش یه دونه بزنه پس کلش. خب بشقابم میده دستش، میگه چقدر زرنگم مثلا الان خوردم الانم میدم دستش مثلا. به خاطر یه 2 تا موز چند تا پول بودن اونا فکر کنم، حالا هرچی، به خاطر 2 تا موز گوشی چند میلیونیش به فنا رفت. البته میلیون تومانی منظورم، اون طرف حالا شاید $500 $400 $1000 باشه، ولی در کل حالا گوشیش به فنا رفت. بله نمیگیره، مثل اینکه هنوز ادامه داره. میگه بودو زود باش. میگه اومد. گوشیش الان فهمید نیستش. یه گوشیم کجا رفت؟ نگاه میکنه میگه کجا رفت گوشیم؟ داداشمونو نگاه کن. دوباره همین کارو میکنه. وای دهنه سری، طرف شغلش همینه ها. هی چند تا کاغذ پول میذاره، چند تا پول میذاره اونجا، مثلا حالا نمیدونم $100 $100 آره چند تا $100 میذاره اونجا، یه 2 تا موز میذاره، طرف بریم بخوره گوشی. تا آخر شب یه 50 تا گوشی جا میده اونجا. دهن سرویس. خب آره 2 تا هم موز دوباره میذاره. واجی چقدر گشنه موزن اینا. نه البته $100 نمیدونم $200 شاید رو پولم اونجا هست، ولی در کل اینا روی هم نصف قیمت گوشی هم نمیشن. طرف تا آخر شب اینطوری بخواد ادامه بده یه 100 تا گوشی جمع میکنه. میلیاردر میشه یه روزه. بابا میگه پولا رو برداشت ماچ میکنه، میگه ایول خدا اینو از کجا آورد واسم. گوشیو میذاره زمین بخور. دهنت سرویس بخور دیگه. اوه اون ورو نگاه که الان این برمیداره. زود باش برداشت برگرد، به فنا رفتی رفیق. وای الان برمیگه میبینه گوشیش نیست. ببین اینم بخوره تمام کنه میبینه گوشیش نیست. میگه وای خدا بدبخت شده. ما ایرانی‌ها که سکته میکنیم اگه یه همچین اتفاقی بیفته گوشی گم شه، سکته میکنیم، قشنگ سکته ناقص میکنیم. میگیم 20 میلیون گوشی رفت، 10 میلیون 15 میلیون گوشی رفت، بعد بریم یه ما کار کنیم. تو ایران همینه دیگه. ای میگه گوشیم کجاست؟ میگه گوشیم ای حاجی یه نفر دیگه هم دوباره داره میاد. این تا شب ادامه بده 1000 تا گوشی میدزده. 2 تا گوشی دزدیده فعلا. دهنت سرویس. دنبال گوشی میگرمی. گوشیم کجا رفت؟ مسخرهش میکنه. دوباره پول میذاره اونجا. موز همه از پشت هی بر میذاره. این نه دیگه، این 2 تا موز نیست، این یه دونه موزه دیگه. موزاش هم تموم شد فکر کنم. دشت آخره. یه گوشی هم بر میداره بره. 3 تا گوشی. حالا 2 تا رو میفروشه، یکی هم حالا بر میداره واسه خودش. دهنش سرویس. دشت آخره بچه‌ها. تموم شد. نه بچه‌ها تموم شد. مثل اینکه دشت آخر رو قرار نیست ببینیم. این چه ویدیوییه؟ آها قراره فوت کنن تا هر چند تا که اگه کامل فوت کنن تموم شه چیز میشه، یعنی کل پولا رو حاجی $200 هست، $500 هست، $100 هم هست. البته از چیز شروع کردن دیگه، از $10 $20 $50 100 200 و بعد 500 آخریشه. نه این طرف هم یه دونه هست که دیده نمیشه، ولی در کل آره اگه فوت کنم ببینیم میتونم فوت کنم. نه نتونه. تموم شد. نه روشن شد. این وسطیه روشن شد. تموم شد بچه. هیچ کدوم نتونستن ببرن، نتونستن پولا رو بردارن. حالا ما ایرانیا باشیم طوری فوت میکنیم شمارم پولا رو با هم میبرن کلا. حالا دیگه هرچند میشه فوت کرد تمام کرد، فکر نکنم مثلا نشه. حالا میخوان شاید ویدیو رو جذاب کنن، نمیدونم. شاید هم نشه، واقعا خیلی طولانی بود فاصلش. فوتم تو مثلا شاید مثلا میخواد مگه بره، شاید مگه بردش مثلا. خب این گربه با این یا کریم پرنده چیه؟ هر چی هست یه پرنده است، حالا از هر نوع نژادی. ببینیم میخوان چیکار کنن.
دارن چیکار میکنن اینو؟ گربه مثلا میخواد اینو بخوره؟ گربه؟ اینا چون کشتی میگیرن؟ چیکار داریم میکنیم شما؟ نکن الان هم بغلش کردی لامصب تکلیف رو روشن کن. ما داریم زحمت میکشیم ویدیو میسازیم دهن سرویس. خب همین تموم شد. چیز خاصی هم نداشت حالا آنچنان، ولی خب اینم مترو داشمون داره حالش به هم میخوره یا دهنش آبه؟ چیکار داره میکنه؟ همه دارن نگاش میکنن. چرا؟ ببینید چی میشه الان. شاید هم ایموجی خنده گذاشته. باجی فهمیدی چی شد؟ مثلا داره وانمود میکنه، مثلا دارم من بالا میارم چیز میکنم، یعنی دارم مثلا حالم به هم میخوره، دارم الان بالا میارم، مثلا همشون باید برم مثلا. وای حالت تهوع داره، مثلا همه فرار میکنن که الان این حالت تهوع داره. نگاه کن این ویدیو اینطوریه، همشون فرار کردن بنده خدا که این الان بالا میاره هممونو خراب میکنه. همه رفتن الان راحت میتونه بشینه. نگاه کن راحت. یا خیلی همه رفتن، حالت تهوعش هم برطرف شد دیگه، بالا نمیاره. بابا نشست با گوشی بازی کنه. بابا خب این فکر کنم ویدیوی آخره، فکر کنم داره پول میشموره بنده خدا. دستگاه توفه الان، دستگاه لیستنه. چیه این الان؟ دستگاه لیستنه این؟ نگاه کنید. بله بنده خدا رو نگاه کن. میگه بیا من لیست بزنم. میگه لاغر حالا که تو میخوای این کارو بکنی بذار لاغر خودم دست خودم رو بزنم، چندشم نشه دست شست انگوش شستشم میاره. نه سرویس. میگه لاغر خودم با انگشت خودم بزنم خیس کنم. میگه نه اونطوری نمیشه، بنده خدا رو دستگاه توف کرده. همچنان ادامه داریم. تو تموم شد اینو درش خشک میشه، دستگاه توف کن خشک میشه. بنده خدا رو نگاه کن چقدر مغموم نگاه میکنه. دهنت سرویس. میگه دیگه نمیخوام توف بزنم، لازم نیست دیگه، من نمیخوام، نیستم من. میگه دیگه به من ربطی نداره. بازم آورد که تموم نمیشه. پول چقدره؟ فیک پولش یا واقعی؟ چقدر میگه؟ $1,000,000 پوله. میگه داداش خط کن خسته شد. اینطوری میکنه بزن بره. میگه ویدیو نگیر. بنده خدا منتظر تموم میشه پوله. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. ویدیوی آخر بود، خوش گذشت. یه چند تا کلیپ چیز کرده بودم، یعنی حالا داده بودم یکی از رفیقام جمع کنه واسم که یکم حالا طبیعی به نظر بیاد. حالا بالاخره این نباشه که خودم جمع کنم بعدش طبیعی به نظر نیاد. شاید هرچند یکی دو تا از ویدیوها رو از قبل خودم داشتم، دوست داشتم شما هم ببینید، لذت ببرید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید، سابسکرایب چنل رو هم فراموش نکنید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. خداحافظ.